دکمه سیکتو میزنم کلیک کامبک بارسای هانسی فیلیک. بابا خفه شو خدا وکیلی. تیم تازه جون گرفته میخواد دوباره برینی تو تیم. تیمت همینجوری ریده است، نیازی به آهنگ نیست. ساکت میگم رایس بیادا. آقایان دعوا نکنین، اجازه بدین برنامه روندشو طی کنه. خب بگین که برنامه‌تون واسه بازی فردا چیه؟ ترکیب ما که همون ترکیب بازی قبله، فقط یه چند تا تغییر ریز داره. تغییر ریزش چیه؟ وینیسیوس رو میذارم دفاع راست، دفاع آخر وایخو رو میذارم کنار آسنسیو، والورده رو میذارم تو دروازه. این دیگه چه ترکیبیه؟ بهتر نیست که خودم فکر سلامت روان هواداراتون باشین؟ تیم خودم هر جا که دوست دارم میچینم. ناموسا من موندم چرا پرس رو خرج نمیکنه. انقدر آدم شدید مغز رکار افتاده. شما اوضاعتون چجوریه واسه بازی؟ ما هم همون ترکیب قبلیم، فقط ممکنه دو سه تا بازیکنمون نرسن. چرا؟ مصدومه؟ نه بازی افتاده بعد از ظهر، چند تا از این بچه مدرسه‌یامون شیفت بعد از ظهری ان احتمالاً نرسن. حالا با لاپورتا رو بفرستم اجازهشون رو بگیره، شاید رسیدن. یامال نیست؟ نه. ولی رافینیا هست. همونی که قرار بود توپ طلا ببره. خیلی زور داره توپ طلا تو طارمی ازت بگیره. راستی از سگانت چه خبر؟ ما رو تو ازش تو کارنامه باشگاهمون داریم. آخرین سگانش ما برمیگره به موقعی که پرسپولیس قهرمان آسیا شد. لفظ نیا واسه من. هر موقع فینال آسیا رو به چشم میدیدی بعد بیا با هم صحبت کنیم. آقا بحث و قرمز آبیش نکن. الان صحبت رئال بارساست. آخرین باری که شما چمپیونز لیگ گرفتین یامال کلاس اول بود. 5 تا باشه واقعی باشه. ساکت میگم بالاک بیادا. ما حرفمون رو تو زمین میزنیم. لفظ بازی دیگه بسه. چربش کنین. از اون وازلینی که سه تا ال کلاسیکو قبلی زدین چیزی مونده که بدیم ما هم بزنیم؟ نشونت میدم. فقط اومدی نشون بدی. حواست باشه سقف ورزشگاه ما مثل شما بسته نمیشه. مراعات کنی صدا بیرون نره. خب به نظرم تا همینجا کافیه. بقیه‌اش باشه واسه فردا تو زمین. نظر شما چیه؟ به نظرتون بازی فردا چند میشه؟ تو کامنت بنویسین. تا یه برنامه دیگه بدرود.